ورزشگر 19 ساله زوده تاجیکستان الیوس تیشایف در مسابقات قهرمانی روسیه اوید به محاربه آمیخته جنگی در شهر نیژنی نوفگورود صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان یا چمپیون روسیه شده است. الیوس تیشایف سال 2002 در اسفره تاجیکستان به دنیا آمده است. او هم نام پره و برادرزاده الیوس تیشایف سخنگوی سابق شهرداری اسفره است که چندی پیش از عالم چشم پوشید. الیوس از سن 7 تا 13 در زادگاهش اسفره مشق کرده. بعد کوچیدن اویلش به روسیه از سال 2015 در لیپسک در مکتب در روسیه مشهور ایگر ورتینسف تحت روبری مربیان شناخته چون والری کرستینسکی، مکسیم سافونوف و اندری شیشکین مشق میکند. الیوس تیشایف سال گذشته در بین نورسان عنوان قهرمان جهان را در نوع ورزش پانکراتیون به دست آورده. ماه سپتامبر سال 2020 با رسیدن به سن 18 به هنرنمایی در مسابقات بین ورزشگران کلانسال سر کرده. در نخستین مسابقهش جام روسیه اوید به پانکراتیون جای سیوم و مدال برنجی را به دست آورد. ماه نوامبر سال 2020 الیوس تیشایف در مسابقات قهرمانی روسیه اوید به پانکراتیون بین جوانان تا سن 19 در ایرکوتسک صاحب مدال نقره گردیده و ماه فوریه سال 2021 در لیپسک در مسابقات قهرمانی حوزه فدرالی مرکزی روسیه اوید به پانکراتیون در وزن تا 62 کیلو در بین ورزشگران سالهای تولدشان 2001-2002 مدال طلا به دست آورد. همین طور این ورزشگر جوان تاجیک ماه اپریل سال جاری در مسابقات قهرمانی روسیه اوید به پانکراتیون بین ورزشگران سالهای تولدشان 2001-2002 در وزن تا 66 کیلو صاحب مدال نقره شد.